بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیامبر، بگو به من وحی شده است که گروهی از جنیان به این قرآن گوش فرا داده اند. پس گفتند بیگمان ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگارمان شریک قرار نمی دهیم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و اینکه شأن و عظمت پروردگارمان بس عظیم و بلند است، او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و اینکه سفیه و نادان ما درباره الله سخنان ناروایی می گفت. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. و ما چنین گمان می کردیم که هرگز انس و جن بر الله دروغ نمی بندند. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و اینکه مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان می افزودند. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. و اینکه آنان گمان می کردند همان گونه که شما جنیان می پنداشتید که الله هیچ کس را دوباره زنده نمی گرداند. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم، پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و اینکه در آسمان برای شنیدن به کمین می نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد به گوش باشد تیر شهابی در کمین خود می‌یابد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. و اینکه ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین شری اراده شده یا پروردگارشان خیر و هدایت ایشان را خواسته است. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند، ما گروه‌هایی متفاوت و گوناگون هستیم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و این که ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم در روی زمین الله را عاجز و ناتوان کنیم و هرگز با گریز نمیتوانیم او را ناتوان سازیم و راه فراری نداریم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. و اینکه ما هنگامی که سخن هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هر کس که به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصان می هراسد و نه از ستم بیم دارد.
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی کافر و ظالم هستند، پس هر کس که اسلام آورده آنانند که راه رستگاری را جستجو کرده و برگزیده اند. و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما کافران و ستمکاران هیزم آتش جهنم خواهند بود. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. و اینکه اگر آنها بر راه راست پایداری کنند البته با آب فراوان سیرابشان می‌کنیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا آنها را با آن نعمتها بیازماییم و هر کس از یاد و ذکر پروردگارش روی برتابد الله او را به عذابی سخت گرفتار می سازد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. و اینکه مساجد از آن الله است، پس کسی را با الله نخوانید. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و اینکه هنگامی که بنده الله محمد قیام کرد تا او را بخواند و عبادت کند، نزدیک بود که از ازدحام بر گرد او بر سر هم فرو ریزند. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. ای پیامبر، به آنها بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و کسی را با او شریک نمیسازم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو بیگمان من نمیتوانم به شما زیانی برسانم و نه خیر و سودی. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو اگر من نیز برخلاف فرمانش رفتار کنم هیچ کس مرا در برابر او حمایت نمی کند و پناهگاهی جز او نمی یابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وظیفه من تنها ابلاغی از جانب الله و رساندن پیام‌های اوست و هر کس از الله و پیامبرش نافرمانی کند بیگمان آتش جهنم از آن اوست، جاودانه در آن خواهد ماند. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. کار کفار همچنان ادامه دارد تا زمانی که آنچه را به آنها وعده داده شده ببینند، آنگاه خواهند دانست که چه کسی یاورش ناتوانتر و جمعیتش کمتر است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ای پیامبر، بگو من نمیدانم آیا آنچه که به شما وعده داده شده نزدیک است یا پروردگارم زمانی دور برای آن قرار میدهد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. الله دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیب خود آگاه نمی سازد. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر رسولانی که آنان را پسندیده و برگزیده است،
پس بیگمان از پیش روی او و پشت سرش نگهبانی از فرشتگان برای محافظت از وی می‌گمارد. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، تا بداند که پیامبران رسالت‌های پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و الله به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و هر چیزی را به عدد برشمرده است.